شماره 9 جگوار. برای اون دسته از شما که فقط میخواید از جنگ فرار کنید، بیاید خیالتون رو راحت کنم. اگه توی جنگل به یه جگوار روبرو شدید، به هر قیمتی از چش تو چش شدن باش خودداری کنید، چون فکر میکنید که دارید لاتیشو پر میکنید و واسه شاخ شدید. خیلی آروم بدون اینکه پشتتون رو بهش کنید به عقب برید و هر حرکت سریع باعث غیرتی شدن جگوار ما میشه. و اگه همه این کارا رو درست انجام داده باشید، ممکنه شانس خوبی برای زنده موندن آورده باشید. حالا که خیال این راحت شد، بیایید بریم سر اصل مطلب. اول اینکه شما باید کاری کنید که بزرگتر به نظر بیایید. بلند کردن لباستون بالای سرتون، کیفتون، بچه‌تون یا هر وسیله قابل نمایش که داشته باشی جوابه. بعد با بلندترین و ترسناکترین صداتون سر گربه بدبخت داد بزنید. جگوار وقتی همه اینا رو ببینه عملاً میرینه به خودش. اما تو بعضی شرایط خاص اگه گربه بمونه و تصمیم بگیره که میخواد حمله کنه، باید سر جاتون وایسید و تمام تلاشتون رو بذارید برای محافظت از سرتون، چون جگوارا معمولا تلاش میکنن که فقط جمجمه رو خرد کنن.